سلام. تو این ویدیو میخوام در مورد محصولات تراریخته، محصولات دستکاری ژنتیکی شده یا GMO صحبت بکنم که خیلی بحث چالشی و مهمیه. خواهم گفت که این محصولات آیا سالم هستن یا مضرن و عوارض دارن و اگه عوارض دارن چه عوارض و مشکلاتی میتونن ایجاد کنن، چه بیماری‌هایی رو تشدید میکنن و البته اینه که در ایران و در جهان چه محصولات تراریخته هستن، اینا رو بشناسیم که اگه لازم شد نسبت بهش آگاهی و احتیاط‌هایی داشته باشیم. اول اینو بگم که بحث تراریخته مثل خیلی از مقوله‌های دیگه سلامتی بحث چالشیه. دو تا نگاه در موردش هست. یه عده طرفدار سرسخت داره، پشتیبان داره، یه عده مخالف یا حداقل افرادی هستن که نسبت بهش احتیاط میکنن. و خب اگر بحث متناقضی رو تو اینترنت دیدین، تو فضای علمی دیدین که با هم دیگه تفاوت داشتن، بدون ریشش در نوع نگاه کارا تو ویدیو در موردش بیشتر صحبت خواهم کرد. اول ببینیم که اصلا این محصول تراریخته چی هست، یعنی چی؟ دستکاری ژنتیک شده یعنی چی؟ یعنی اینکه اومدن یه سری شرکت‌های بزرگ مثل مونسانتو، مثل دوپونت، مثل راکفلر بررسی کردن و گفت این طرح ارائه دادن که ما میتونیم روی ژنوم گیاه، روی این بذر دستکاری‌های انجام بدیم، روی دی ان ایش تغییراتی انجام بدیم که این محصول تفاوت بکنه نسبت به قبل، رشد بیشتری داشته باشه، محصول بیشتری رو ما بده و از طرفی هم آفت‌ها کمتر سراغش بیان. و خب اینو اجرا کردن و موفقیت‌هایی هم در ظاهر داشت. اما این همه ماجرا نبود. این تغییر دادن در اصالت این گیاه، تغییر دادن در ماهیت گیاه، چون محدود و در اثر مطالعه کوتاه مدت و در نظر نگرفتن کل این ابعادش بود، یه سری عوارض رو هم از نگاه برخی دانشمندان ایجاد کرد. از جمله تو آزمایش‌هایی که روی حیوانات انجام دادن و حتی رو برخی از انسان‌ها دیدن که این گیاهان داره حساسیت‌هایی ایجاد میکنه، بیماری‌هایی رو داره تشدید میکنه. تو برخی گزارش‌ها حتی اومده که برخی از سرطان‌ها رو تشدید کرده. و اینجا بود که این نگاه دوم که مخالف بودن و احتیاط می‌خواستن بکنن شکل گرفت و گفتن خب چه کاریه، چرا محصولی که میلیون‌ها سال طول کشیده به تکاملی برسه رو ما برای یک منافع زودگذرمون دستکاری کردیم تا در واقع تغییر بکنه و ندونیم عوارضش. این باید حداقل 100 سال 200 سال بگذره تا عوارضش و جوانب و احتیاط‌هاش برای ما مشخص بشه، بتونیم راحت تصمیم گیری بکنیم. و نکته جالب اینه که همین شرکت‌هایی که تولید کننده این بذرها بودن، تولید کننده سموم و آفت‌کش‌های تکمیلیش هم بودن. یعنی پکیجی به کشاورز ارائه می‌کردن، گفتن ای کشاورز این بذر رو بگیر، ولی این بذر یه سری آفات ممکنه داشته باشه، مثل قدیم پر آفت نیست ولی آفات محدودی داره. برای که این آفات رو از این بری، این تکمیلیش این سم رو هم استفاده بکن. و خب فرد رو، کشاورز رو درگیر یک چرخه معیوب کردن، وابسته‌اش کردن به این بذرها و دیگه اون کشاورز اون بذر قدیم و اصیلش رو دیگه نداشت. و چه مشکلاتی ایجاد شد. بماند که از نظر کشاورزی بعضی کشاورزان نابود شدن. مستندی در هند ساخته شد و خیلی هم سر صدا کرد که برخی از آمارها نشون داد که آمار خودکشی بعد از این قضیه تو کشاورزان بیشتر شد. به خاک سیاه به قول نشستن. چون این همه جانبه نبود این طرح. درست ابتدای کاری رشدی داشت ولی بعدش زمین کشاورزی رو به یه تعبیری نابود می‌کرد. اون آفت‌هایی که مقاوم شده بودن به مرور زمان تو پروسه تکمیل طبیعت، چون طبیعت بیکار که نمیشینه، اون آفت دیده نسبت به این دانه مقاومه، خودش رو تکامل میده، خودش رو تغییر میده، خودش رو رشد میده تا بتونه عملکرد بهتری داشته باشه. این جهش هایی که باز در زمین آفات ایجاد میشد نسبت به اون بذرها باز مشکلات جدید ایجاد میکرد. ضمن اینکه این بذرهایی که میکاشتن چون مقاوم به آفات بود گسترش زیادی داشت، تو اقلیم اصلا یک منطقه رو، یک کشور رو میتونست عوض بکنه، نژاد اصلی رو دیگه از بین برد. برای همین بعد از این مدت برخی از کشورها کاشت و ورود بذرهای تراریخته و دستکاری ژنتیکی رو به کشورشون ممنوع کردن قانونا. یعنی گفتن ما دوست نداریم اصالت و ژنتیک کشورمون از بین بره، ورودش ممنوع بود. تو برخی کشورها استفادهش ممنوع بود. حالا کشورهای زیادی هم براش اسم بردن، از ژاپن و روسیه و انگلیس و فرانسه و آلمان و خیلی از کشورهای اروپایی گرفته تا حتی کشورهای آفریقایی نسبت به تراریخته گارد گرفتن که حالا برخیش استفاده کردنش رو، برخی کاشتش رو محدود یا ممنوع اعلام کردن. پس یه قضیه مشکوکه. افرادی که دارن دفاع میکنن از تراریخته بدونن یا از روی غفلت و ناآگاهیشونه یا یه سری منافع این پشت قضیه است که به هر حال دارن وارد این فضای دفاع از این اتفاق حداقل مشکوک میشن. ببینید عوارضش اثبات شده است تو خیلی از مجامع علمی.
نمیشه اینو کتمان کرد. حساسیت ایجاد کرد. این دستکاری ژنتیک روی سیستم گوارش افراد تاثیر گذاشت، رو برخی افراد باعث حساسیت‌های گوارشی شد. خیلی تاثیر گذاشت روی سیستم ایمنی بدن، سیستم دفاعی بدن رو تضعیف کرد و کلی عوارض دیگه. این یک نگاه سود محوره که ما بگیم خب رشد بیشتر، محصول بیشتر، آفات کمتر، منافع بیشتر، اما به بحث سلامتش کامل نگاه نکنیم. حتی اگه مشکوکیم، شک داریم، بازم مجوز نداریم که به این راحتی اینو بیایم توصیه و ترویجش بکنیم. چه بسا که میگم بحث شک گذشته دیگه، بعضی از عوارضش واضح و آشکاره. خب پس تا اینجا این بحثمون این بود که ما، یعنی بشر منفعت طلب، رفت سراغ ژنوم و اصالت و ماهیت اصلی گیاه و دست برد درش، اون خلقتش رو تغییر داد، ساختار درونی و سرش رو تغییر داد برای منافع بیشتر و عوارضش برخی غیر قابل کنترل شده. میگم برخی از کشور و برخی از زمیناشون دیگه نمیتونن مهار بکنن رشد این گیاه ها رو، رشد آفت‌هایی که در مقابل این گیاه ایجاد شده و یک فاجعه تو برخی از کشورها ایجاد شد. بحث تأسف بار اینه که تقریبا اگر نگیم همه، بخش زیادی از روغن مصرفی مردم دنیا حتی به سمت روغن‌های تراریخته رفته، روغن‌هایی که ژنومشون دستکاری شده. دانه‌های روغنی مثل کلزا، مثل ذرت، مثل پنبه دانه، مثل سویا، اینا همشون دستکاری ژنتیک شده و تقریبا روغن اصلی مردم همین روغن هاست. همین دانه‌های روغنی ازشون روغن میگیرن و این یه فاجعه است. و باز بخش زیادی از غذای دام از همینا تامین میشه. یعنی گاو باز از همین غذای تراریخته میخوره. خود گاوی که با دستکاری ژنتیک شده، توی ویدیو دیگه موردش صحبت خواهم کرد، باز این وارد سیستم تغذیه انسان میشه و خب طبیعیه که ما مصرف میکنیم برخی از لبنیات و گوشت ها رو و ببینیم اون اثر بخشی که قدیم داشته رو نداشته رو سلامت ما. ممکنه بیماریزا بشه، التهابزا بشه که تحقیقات جدید نشون داده که این شیرهای جدید التهابزاست. سرطان پروستات و سرطان سینه رو تشدید میکنه. مقالاتش رو براتون میذارم. تحقیقات جدید نشون داده این شیر با اون شیر 100 سال قبل دیگه فرق کرده. التهاب آوره، بیماریزا شده. نمیشه گفت به این شیر طبیعی و سالم خیلی نمیشه اطلاق کرد که همه اینها برمیگرده به نوع تغذیه، دستکاری‌های ژنتیکی و شرایط نگهداری که حالا قبلا هم در موردش صحبت کردم. و بحث من اینه که این آگاهی رو می‌خوایم ایجاد بکنیم که بدونیم حالا این غذاهای تراریخته که به خاطر منافع بیشترشون سلامت ما رو قربانی کردن بشناسیم. در ایران این 4 تا دانه‌ای که اسم بردم، ذرت و کانولا و کلزا و پنبه دانه تراریخته است. کانولا هم در واقع همون کلزاست که تحت شرایط تغییر کرده در کانادا، معروف به کانادین اویل و یک ماده عجیب غریب و جدیدی. طبعا اکثر کانولا ها هم یا کلزا ها هم میشه گفت که تراریخته هستن و خب حالا چیکار بکنیم، چطور بشناسیم این قضیه رو که این غذایی که می‌خوریم تراریخته است یا نه؟ جدیداً قانونی اعمال شده بعد از مخالفت‌های عجیب و سرسختانه و متعصبانه طرفداران محصولات تراریخته که آقا باید شما روی محصول، این حق مصرف است که بدون این تراریخته است یا نه، شما باید رو محصول بنویسی این محصول حاوی مواد تراریخته است، دستکاری ژنتیکی شده است و اینو اعمال کردن. خوشبختانه چند سالی هست که در ایران حداقل این اعمال میشه، در خیلی از کشورهای دیگه هم قانونش الزامی شده، برچسب میخوره و خب شما میتونید آگاهی بیشتری داشته باشین و راحت بگم روغنای نباتی و مایع و جامد کلا سراغش نرین، روغن سالم بخورین. قبلا تو چنل تخصصی تر دکتر ناصر صحبت کردم اونجا که چه روغن‌های سالم هستن، ولی این روغنایی که اسم بردم، روغن سرخ کردنی و پالم و اینا روغنایی نیستن که به درد سلامت شما بخورن، مشکلات زیادی ایجاد میکنن. پس بحث دانه‌های روغنی اکثرا و محصولاتی که از اون درست میشه، پفک از ذرت درست میشه، تراریخته است اکثرا. فرآورده‌هایی که با ذرت ایجاد میشه، اکثر این پاپ کورنا رو در واقع شامل میشه. خیلی از غذاهایی که کنسرو ذرت، ترکیبات ذرت، خیلی از اسنک ها و تنقلات و این هله هوله های صنعتی اینا همه حاوی ذرت یا ترکیبات مشابهش هستن. بس دقت داشته باشین، برچسب رو دقت بکنین. برنج هم یه نوع خاصی از برنج تارم مولایی رسما چند سال قبل اعلام شد. با افتخار میگفتم ما برنج تراریخته کشت کردیم، اولین بار در ایران این برنامه رو اجرا کردن در ایران و با افتخار اعلام میکردم، ولی این عوارض داره و خب باید جانب احتیاط بیشتری نسبت بهش داشت. این رقمش رو هم مد نظرتون باشه. برخی از میوه ها در دنیا، حالا به ایران خیلی خوشبختانه آنچنان نرسیده، ولی در دنیا برخی از میوه ها رو دستکاری کردن. برخی از انواع چغندر، برخی از انواع یونجه، برخی از انواع کدو. موارد دیگه هست که حالا میگم تو فروشگاهایی که معمولا
یه سری قوانین روش اعمال میشه، اینا رو مینویسن، برچسب میزنن که GMO و خیال مصرف کننده راحت میشه. ولی تو ایران من تا جایی که خبر دارم این محصولاتی که مشکوکه و دستکاری ژنتیک شده غیر از این چند تا قلم نیست. که البته میگم نگران نباشین، ولی دقت داشته باشین اگر فروشگاهی رفتین که این محصولات نوشته بود GMO یا دستکاری ژنتیکش، تو خب نسبت به اون احتیاط داشتین و نوع سیب سالم و مطمئن ترش انتخاب کنید. و جالب این که تو برخی از کشورها سیب هایی که مقدار کج و کوله ترن، یه مقدار علامت ورود آفت بهش هست، بیشتر استقبال میشه، چون معلومه این دستکاری ژنتیکی نشده، کود و سم شیمیایی بهش نخورده و خب کیفیت بهتری داره. این نگاه هم نگاه جالبیه. البته درگیر عذاب وجدان و نگرانی نشین که من تا الان میخوردم فلان میشم. نه، بدن انسان شرایط خود ترمیمی و بازسازی خودشو داره، ولی به هر حال این احتیاط رو داشته باشین. از اینجا به بعد که آگاهی پیدا کردید، اگر محصول خاصی استفاده بکنید نسبت به GMO و اصطلاحاً همین تراریخته بودنش احتیاط داشته باشین که به سلامتی نزدیک تر بشین. و البته این ویدیو رو من در این چنل جدید براتون بارگذاری کردم. حالا مباحث تغذیه و سلامت رو تو اون چنل دکتر ناصر قبلا گفتم، ولی اما این بحث اصالت ژنتیک چون این مقدار تخصصی تره و البته با مباحث فرهنگی و مباحث تاریخی هم آمیخته خواهد شد، من ترجیح دادم توی چنل و توی یک فضای متفاوت این رو ارائه بکنم و این دانسته ها و داشته ها و تحقیقات هم رو به شما منتقل بکنم. و البته این رو بگم که بحث ژنتیک فقط محدود به همین ژنوم و دی ان ای نیست، این مقدار تعاریف گسترده‌تر و جامع‌تری هم میتونه داشته باشه که این صحبت‌هایی که من توی این چنل خواهم کرد برگرفته از مبانی پروفسور دانش خواهد بود که تعریف و دسته‌بندی جالبی رو در مورد ژنتیک دارن. در مورد ژنتیک، در مورد بحث اصالت، نژادها ما بیشتر صحبت خواهیم کرد و ابعاد متفاوت و جذابی رو خدمتتون توضیح خواهیم داد که امیدوارم کمکتون بکنه برای بهتر و سالمتر زندگی کردن. خیلی ممنون از همراهیتون. امیدوارم که همیشه شاد و سالم و سرحال و پر انرژی و با نشاط باشین. خدا نگهدارتون.